یه موضوع خیلی مهم که معمولاً همه در موردش غفلت میکنیم و صحبتی هم نمیشه، عدم عملکرد کلید جریان باقی مانده یا همون به اصطلاح غلط محافظه جان در سیستم دو سیمه یا TNC است که این کلید امکان تشخیص خطا رو ندارد. در سیستم دو سیمه معمولی از هادی پن یا همون نل شرکت برق همزمان به عنوان نقش نل و هادی حفاظتی استفاده شده و در زمان اتصالی فاز به بدنه اتفاقی که میفته این هست که جریان نشتی و جریان نل مجموعاً از هادی پن عبور میکنه و چون اساس کار کلید RCD بر اساس تشخیص نشتی آن هم از طریق جریان ورودی به فاز و خروجی آن از نل هست، این کلید عملاً هیچ خطایی رو تشخیص نمیده و اینجاست که ما توصیه میکنیم حتما سیستم برقکشی خونتون رو از TNC به TNS تغییر بدید تا برق گرفتگی تجهیزات سراغ شما نیاد. اگر این پست براتون مفید بود با ذخیره و لایک و کامنت از ما حمایت کنید و برای دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید تا ایمنی رو به هم هدیه کنیم. ممنونم که همراه ما هستید. منتظر نظرات زیبای شما هستم.